روزتون بخیر و باشادی دوستان عزیز. امیدوارم که همتون صحت سلامت هستید. ما هم شکرانه خدا سوزیم خوبیم. چقدر که در اینجا دیده است خمیر به نهایت خوبه ملایم که خوشرو. اینا برای پیتزا گرفتگیم. درونش روغن، آب، آرد، دروژ انداختگیم. نیم ساعت زیاد شوریدگیم بگم. اول که دم کده شروع ولیده تقسیم کنم. اینجا دو تا پیتزا میشود و میخواهم پیتزا را با گوشت مرغ کنم. بود اینجا محصولات های ما هسته. با فکرم که همه میخله خلقی نمیبروره میخل. باز میگیریم میشویم پامیدور، سیر، کالباسه. البته که کالباسه حلال. اینم خیلی تیار کرده موندیم. باز میگیریم همشه خوش رو تیار میکنیم. اینجا کتسونیا تیار کرده است بودیم. اینا یک کسی دیگه ما ایسو اومده دوستان عزیز گفته همه بسیار نمی نغز میبینتونه. سلام بگو. سلام دوستان عزیز. تمام؟ همه خیلی گپ داشتی؟ دوید آمدی؟ باید اون گپ دیگه هم داری؟ بگو خیلی تسیز. های پیتزا بخر. در دخوفکه با پیتزا میپزن. در دخوفکشان پیتزا میپزن. ای دخوفکه را گرفتگی گفتستن که بیا چک پیتزا بکو. گفتم مایله این روز نوبتی پیتزا بده. انشالله که حاضر ده تقسیم میکنم. یا را ریزه میکنیم خوش رو با نشون میتیم. مایونز کچوپ میبروریم. انشالله یک جایه با شما میکنیم دوستانی عزیز. اینا دوستانی عزیز پامیدور را ریزه کردیم. من نمیخوام ریزه میکنم مایده. کالباسه را همین خیلی مایده ریزه کردیم. گوشت هم همین خیلی مایده. بچه خاطر به خاطر که ده همون پیتزا خوش رو بشینه کودکا خوش رو بخورن. سیر نه خیلی گذرانده. اینا میخوام حاضر شروع میکنیم. سیر نمیبینم کالباسه. اینم خیلی این 24 ساعت در دستش تلفن ایره وقت نداره کودک. اینم خیلی تنو کردم دوستان عزیز. کم ترک غوصه به فکرم رنگ اوچو ایلیستو کم ترک مایده تر توفته سده نظرم ای عدل داده. بعد نمی بوماگه را موندیم برای ویپیچ که در تاش باید قاکی روغن کردیم لواش نکردیم. با فکرم اینجاش میچسبه برای که او رسونی های پیرو کرد همین بوماگه بیزه بده گرفتگیمون. کوی دفع بکنیم چسبی دیگه کتی نمیکنیم. نو گرفتن در کار انا که کچپ کتی ماینز میریزیم چی میکنیم تنگ میکنیم. قایق دیگه شید بعد همه کتی بعد بالاش دیگه محصولات رو میپرتیم. ما هم ماینز میمونم هم بگیم کچپ هر دوشه یک جایی میکنم و میشکنم. خیلی بازی خوش رو میشکنم با نشون میتیم. دوستان عزیز و مهربان اینم خیلی موندیم. سونیا گفته سه بیا بادرینگ مونیم زبخی بادرینگ هم بشوه برای ما قاکی با بادرینگ مونده سه ما سویج میمونیم. بسیار آدم چی میمونه سالیانی میمونه کو ما خیلی سویج کای که کردیم با بادرینگ سویج موندگی. اینم خیلی یک دخوفکه را گریان کردیم گرمه که ایره روان میکنیم اوشا تیار میکنیم محصولاتمون قاکی موندگی. بعد قریب پختنش با سیر میمونیم. خیلی همه میدونه در تگش کم ترک سیر موندگیم سیر اونو برای سوچ نشیدنش. اینم خیلی دخوفکه روان میکنیم شه. اینم خیلی ایشم چورکنجا کردیم تیار کردیم. حاضی نصیب باشوش پخت نشان میتیم. اینا دوستانی عزیز گرفتیم. حاضی سیر میمونم شه. اینم یا درون میدرویم برای مو مایده ما ریزه میکنم. وقتی گرفتن ده کودک‌ها اداب نمیریزه خوش رو میخورن. وقتی کلان باشه خوی نخل میگیرن میپرتوین اسو نمیخورن. برای وای پامیدور و خیلی چیزاش جدا میکنن. اونا که سیر میمولیم شو در بالاش سیر میمونیم با گشته میمونیم یک 7-8 منوتی دیگه میسته بعد تیار میشوه. یکم گپ داری؟ نه یا در کانیکولای یا در یا ادیخان میکنن یا ایدی الفبا داشتن خیر خوش کردن. انا میخیر دوستان عزیز حتما شما با گوشت بکنید. برای چی ما با گوشت کردستم؟ برای که وقتی که دیرژنی سونیا بود یک تا چای خونه رستوران خیلی رفتیم پیتزا زکاس کردیم. پیتزای با گوشت بود هم قبا مزه بود. باید دو بار دیگه اونجا رفتیم پیتزا خوری به نهایت با مزه بود.
духовка бениҳоят дар духовка гап набудай ҳама ҷоша як хел сирх мекунад, такшам торшам. Духтарако, дӯстони азиз, метавонед ки харидорӣ кунед. дӯстони азизу меҳрубон, питсаи мо тайёр шуд. ҳозир мегирем, мебуремша, дурунша мебинем. Инами хел питсаи мо тайёр шуд. Аппетитный, вкусный, сочный. ба мо иштиёи питсахӯрӣ. Касе ки хӯрдаест иштиёи таом. дар ин ҷо боша влога ба поён мерасонем. То влогҳои оянда дар паноҳи худо бошед. Худо нигаҳдори ҳар яки мо ва шумо бошад. хайр дӯстони азиз.